مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که جان میدم برایت همدم تنهاییم. من همیشه کودکم آغوش تو جای من است، من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است. بوسه بر دستان گرمت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم. هرچه میخواهد دلم پیش تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. مادرم سنگ صبور بیقراری های من، مرهمی بر زخمای دل تنهای من. مادرم دور تو میگردم عبادت میکنم، مادرم جای خودش عشقم صدایت میکنم. مادرم جانم فدای چهره معصوم تو، هرچه میخواهی بگو من نه نمیگویم به تو. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو. السلام علیکم دوستان، بیننده ها، تماشابینان عزیز شبکه شهنام. ما در این ماه شریف رمضان در خاندان زیبای ناصر بابا مهمان هستیم. امروز جشن زادروزی مادر عزیز گلندام خاله شده ایستاده است و یک ساله نبیره خاندان ابراهیم جان را نیز جشن گرفته ایستاده ایم. امروز 23 فوریه است و برای پدران که در SSR خدمت کردند روز مردان شده ایستاده است و هر آن مردان را در این روز خرسندی تبریک میگوییم. و امروز تبریکات از نام مسافر فرزندشان، از نام نادیرکه و از نام شاگردم شامرزا تبریک میگویم. لحظه ها را پیشکش شما میکنیم، با ما باشید. با شبکه شهنام آغاز کردیم. السلام علیکم مادران عزیز، السلام علیکم خوش تباران همه شما را به این خاندان زیبای ناصر جان بابام و امروز روز خرسندی، البته مادر جان عزیز، و روز جشن زادروزی ابراهیم جان، یک سالگی ابراهیم جان و مادر خاندان گلندام خاله خوش آمدیدتان میگویم. البته اگر به من باشن ناصر بابام هم تکلیف کنیم یا نشانبه گلندام خاله مرحمت بیایید نزدیکتر. مرحمت مرحبا میبینن. البته السلام علیکم، زادروز مبارک، روز تولد را مبارک باد میگویم. مرحبا سرایتی سرچه گفتن نزدیکتر میستیم. مرحبا گلندام خاله زادروز مبارک، روز تولد را، امروز روز شکرانه را برایتان مبارکباد میگویم. من امروز در این ماه شریف رمضان در این دسترخوان افطارانه ما مهمان خاندان شما شده ایستاده‌ایم. خوشبخت‌ترین انسان هستید شما همراهی ناصر جنابکم. چون گفتم بعد همه فرزندان اصیل و عزیز را، فرزندانی که برای خلق و وطن خدمت کرده ایستادند با وای رسانده، صاحب کسب و کار کرده، صاحب عائله کرده. امروز شمایان را از نام برادر عزیزم که در مسافرت هستند، از نام نادر جانکم، از نام شاگرد عزیزم شاه میرزا صدقاً تبریک میگویم. خدا کند که همراهی ناصر جان بابا دم پیری و دولت پیری را دیده صحت سلامت در سر فرزندان سایبان شده گردید. ناصر بابا بیایید نزدیکتر. شما علم خاندان و قبله‌گاه هستید. جای شما در نزد گلندام خاله همیشه یک جای ایستاده. الان خیلی روزهای خرسندی گذراندن نصیب کنند. مرحبا
السلام علیکم. خوش آمده همتون. خوش آمده همتون. السلام علیکم. السلام علیکم. خوش آمده همتون. بیا. ناصر جان بابا السلام علیکم. bayram muborak boshladi. Imroz 23 fevral avvalin bayrami shuma است. bayrami tamomi mardon است که در SSR xizmat kardan davrahoyi shuravi بعد جشن زادروزی گلندام خالم بعد جشن زادروزی ابراهیم جان است. میخواستم شما را از نام نادر جانکم البته سردختر شکار کردن شما از نام نادر جانکم از نام شامیرزا از نام تمام نبیره ها تبریک میگویم. صحبت کردیم نادر اکرم کتی گفتن صحبت کردیم ناصر جان بابا نادر اکرم کتی گفتن حسین جان دعای نیکی پدر مادر بسیار هم مستجاب بوده است. گلندام خلا چکره که من ماها دعا کرده کلام کردن خودت میدانی حاضر همین سین سالی مبارک بایم هیچ وقت یک جا به آرام شده نمیتوانم کار میکنم مهنت میکنم. من خرسند هستم ما مانگی یعنی نه نمیگویم کار کنم گفته لیکن برای سلامتی خودشان رفته کار میکنن از غم و غصه های دنیا دور میشوند با آدم ها یک جای هستند. من افتخار میکنم که در این سین مبارک با پای خود میگردند و بردم و صحت سلامت هستند. من به نزدیکی سرتیفیکات به درآمد شامرزا دعای نیکی باباش رفته گرفت دعای نیکی آنش رفته گرفت سرتیفیکات درآمد از بهاهای علاقتی برآمد. خدا کنند دعا کنند فقط دعا کنند که یونیورسیته های کلام به در آید رد شود سردختر شود به آن آرزویی که من قریب 2 سال باز برای علم آموزی رفته ایستاده است انا همان به آرزوهای خود رسد و شما باشد ناصر بابا دیده افتخار کنید که همین نبیره من است گفته از پیشنید همه نبیره ها افتخار کرده گشتن نصیب کند. امروز ناصر باباش برای شما از نام تمام فرزندان از نام لطیفکم از نام نادر جانکم از نام شهابکم میگویم پدر تو کوهی بر آسمان ما کوه پاره ایم تو قله بلندی و ما همچو پاره ایم بیرون شدن ز راهی تو بر ما فلاکت است تو مثل راهی آهنی ما چو قطاره ایم در فکر زندگی ما آب و ادا شدی تا ما شدیم به پا تو خود دردی پا شدی سر تا به پا پندی و دنیای حکمتی بی مثل بر بزرگی و فیض و سخاوتی چون تیر ماه می دهی تو آخرین ثمر ای باغبانی عمر ما بر ما غنیمتی. بگذار همیشه صحت سلامت باشه روزی خرسندی مبارک باشد. گلندام خلا لحظه های بهترین را مبارکباد میگویم. ولی ناصر جانم که گلندام خلا چشم شما به 17 می 18 و در آمدن میم سال چه خیر کامپیوتر شد نه حالی نه 18 ساله بگذار آخرین یک جای حضرت شوخی کرده دم پیری و دولت پیری را دیده گشتن نصیب کنند. گلندام خلا برایتان میگویم زمین و آسمانی من توی مادر توی مادر جهانی بیکرانی من توی مادر در این دنیای بیرحمی و بیمهری است بنیادش یگانه مهربانی من توی مادر مادر عزیز روزی خرسندی مبارک باشد. ابراهیم جان کلام شود نامبرداری پدر نامبرداری باباها آن جانها شود. خدا کند که هر دو بابا و هر دو آنها و توی نکاهیش رسند و تاکه چه بره که نبیره کلیم در آمده هزار علیک های خواندن نصیب کند. ناصر بابا یک پهلوان پسر شده کلام شود پهلوان بچه شود و از پیشش افتخار کنیم. میگویم نمک در کام ها شیرین تر از شهد و شکر گردد جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. سفیداری بلند یک نوده و 100 برگ تر دارد پسر در کوی عشق افتد چه پرواهی پدر دارد. پدر از شوق دل کودکی دستی پسر گیرد با امیدی که در پیری پسر دستی پدر گیرد. ابراهیم جان کلام شوند نامبرداری تمام هر دو سلاله شوند میگویم. روزی خرسندی را مبارکباد میگویم. حاضر باشد میخواستیم شخصا از نام ناصر بابا در اینجا یک گلدسته زیباست میخواهیم برای گلندام خلا خودشان تقدیم کنند. مرحمت گلدسته ها را برای ناصر بابا تقدیم میکنیم. برای امروزه مادر جانی عزیز گلندام خلا تقدیم میکنند. مرحمت
زادروز مبارک. و البته نصیر بابا فرزندان در دل یک نیت کلان دارند و آزادی و آبادی ازبکستانی عزیزمان چشم نرسند که مانند شما انسانها صاحب زیارت عمره، صاحب زیارت حج اکبر شده ایستادند. و خاطر آنها برای شما هم نصیب کنند. خدا کند که همین سال 2026 سال برای هر دوی شما نصیب کند. و باز من مهمان شما گویم که ناصر بابا از امروز شما حاجی بابا کلندامانه باشند، حاجیانه شدن، گفته شما را تبریک کردن نصیب کند. با چنین نیت‌ها از نام شامل رضا کتاب قیمت بهاترین که بالا کتاب قرآن کریم است تقدیم می‌کنیم. مرحبا. مسلم خولا اگر بیمالور باشیم یک لحظه لالا خولا کنید لالا خولا بیاید نزدیکتر. مسلم خولا مرحمت. امروز حاضر کریم پاشا گفتم که ما از پس تشویش های زندگی هستیم. همین هر فرزندان ما را مانند گوهرکی چشم نگاه کرده ایستادند. السلام علیکم. بیمار نشوند و در سری ما صحت سلامت سایبان شده گردند. خدا خواهد ما در قلب نیت‌های بسیار داریم، حاجیانه شده گشتن در سری ما نصیب کند. میگویم برای شما، برای مسلم خدا میگویم زندگی را دوست دارم از برای مادرم، از برای آن که مادرم هست بالای سرم. ای خدای مهربان تو نگهدار مادرم، من ببینم درد و غم لیک نبیند مادرم. مادران تمام دنیا هیچ وقت درد و غم را نبینند. تشکر میگویم از نام نادر اکرم برای هستیتان. و سلام خواهم از نام کریم پاشا، از نام فرزندتان که در مسافرت هستند، برای مانند گوهرکی چشم نگاه کردن نبیره ها برای شما تشکر میگویم. هزار رحمت، همیشه صحت سلامت باشید. امروز جشن زادروزی ابراهیم جان را برایتان مبارکباد میگویم. نبیره کلام شوند، از دست نبیره کیرین چای نوشیدن برای شما نصیب کند میگویم. و از نام نادرکم، از نام آیله‌شان برای لاله خاله و البته مسلم خاله گل‌های زیبا است تقدیم میکنیم برای هر دویشان. مرحمت، مبارک باشد. و البته همه یک جای همراهی ابراهیم جان، همراهی دوردم خاله، یک جای نصیر بابا شیرینی رو میبریم، از آن تناول میکنیم. مرحمت، کارخانه نزدیکتر میگیریم. مرحمت. Ждем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. همه یک جای Понедельник или среду, мне без разницы, приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в поднос
любовью, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать, чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения льются поздравления, здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения для тебя пою на сцене, ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Да, ты... مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم من که جان میدم برایت همدم تنهاییم من همیشه کودکم آغوش تو جای من است من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است روزگار با سال گرمت میزنم شاه دلم با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم هرچه میخواد دلم پیش تو پیدا میشود این همه خوبی چجوری در دلم جا میشود مادر همه جانم زنم شاه نفر حاجیانه یکم دور برم فرستید شرافت خواهر حاجیانه گفتم که نروید معلمان نزدیک تر السلام علیکم یک دقیقه همه همیجه است نگاه شما تبریک کنم همیجه استید معلمان همیجه استید هم از نمی همسایه ها هم خیش و تبار همه مرحبا سلام علیکم خواهرکای عزیز الهیم اوستونم الهیم واسه جا که خوشم پیش شوم پیری بدولت شوم زندگی نیوره خوش نبینه الهیم اسمایل جانم الهیم یکسان 20 دلار شوم خلون شوم دقیقی بیش خوشم پیش شوم پیری بدولت شوم هم یک وقت خوش آمده این دونه دیده پاکستان سلام علیکم خواهران مادران عزیز من این خورده بودم اینهایا هم مهارشونن یک وقلوما حکمم و این روز خوشتندی تبریک مبارک با خوشتر عمری درازیت سلامتی اسم فراز آرزومندم همین بچه کلان شود اپشتی همین حضور حلاوت بیند بیش داده اونش هم مهارشون کلان شود شیاب شده تفاقای عالی و داخل شده کلان شده بیجان شده اونجان شده هم باشنه نیو کنه سلامت باشه همه جان و جانان در این خاندان همه فیض احسان در این خاندان و تبریکی به رجدن ابراهیم و ملوکان آمدین تبریک و مبارک نموده و آنها عمر دراز رزق قرار پینجی امامی آسوده همیشه شدگیاش چی مراد مقصد نیکی دارن و مراد و مقصداشون رسن شایشی کاراشون نتیه اونجا حضیر بابام هم یک مش من نظر زنن ایلویم رحمت آمده گیاتون با نادری جان ایلویم سر بگیرویم خالش عیسش نبرامان بای سر بگیرو ایلویم چی بود دیگه با پوی خدم شما میلوش پوری پولا بستم ایلویم رحمت هم یک گفتم مبادی قطعتون رحمت شامنه نوری دیده پاجیسا رحمتی کلوم السلام علیکم خواهرای عزیز خوش تبارها به درگاه ناصر جان بابا و همتون خوش آمده نور دیده تاجی سر میگویم من امروز سببگار این نشست سببگار این جشن سببگار این خرسندی ابراهیم خردکک و اوسنم گلندام که به سن 18 رسیدم از نام خودم از نام اهل اویلم از نام همه خیش و تبارها از نام اهل اولاد لمیدوس ها تبریک میگویم به اینها صحت سلامتی عمر بردوام روزهای نیک دنیا را تمنا دارم بگذار همین ابراهیمه که خردکک کلان شود فخر دهه خود فخر اولاد خود
فخر آنهای باباهای خود شده و باید رسد. ناصر جان بابا کتی افسانو آنهای بابای خودش اپشتکش همه وقت فخر کرده گردم. در این روز مبارک روزه رمضان شریف به اینها تمام خوشی های دنیا را تمام دارد. عمر جانکاتون و رزق روزخاتون را کسب و کاراتون و خانداناتون را برکت کنه پروردگار مهربان. باز یک بار دیگر تشکر. خوش آمده ناریزیده تاجیسا. رحمت سلامت باشن بودیم. تشکر. بعد رها مرحبا. پدر پیغامبر است و مادر فرشته، خلایق آن دو را طور نوشته. پدر شمس است و مادر ماهی تابان، پدر انسان و مادر جان انسان. پدر روز بمیرد خوار گرده، کبی مادر به خود بیزار گرده. بدان قدر آنان را شب و روز، به هر موی سفید است زار گرده. آنها تبریک صد بدروی از نمی دادم تبریک ابراهیم بکن 100 ساله شد. السلام علیکم مهمانان و میزبانان عزیز. اجازت فرمایید آنا جانی مهربانم و ابراهیم بک را تبریک نمایم. من امروز 23 فوریه سالی 2026 می باشد. آنا جانی مهربان، من شما را از نام خودم، از نام پدر و مادرم و از نام عائله ام تبریک و مبارکباد می دهم. ابراهیم بک 100 ساله شد. دردی جانم خوشه، قدمهایش شیرین چو گلخن، بازی کند از صبح تا شام، پر کند خانه از نور و آرام. مادر کلام با مایه سفید، دیلش پر از مهر و امید، با دستی گرم با قلبی پاک می دهد پند و سخنهای چاک. مادر کلام جان، شما برای ما مثل آفتاب روشن هستید که زندگی ما را گرم و نور می‌بخشد. هر لحظه‌ای که با شما می‌گذرانیم پر از مهر و محبت و آرامی است. سخنان پرحکمتتان راهنمای زندگی ماست. ما شما را از صمیم دل دوست می‌داریم و افتخار می‌کنیم که چنین مادر کلامی مهربان داریم. دادر عزیزی من، تو وقتی بزرگ زندگی من هستی، با خنده‌های بی‌غشم دلها را شاد می‌گردانی و با جسارت و اراده‌ات نمونه خوب هستی. حضور تو به خانه گرمی و به روزها معنا می‌بخشد. همیشه بدان که من تو را دوست می‌دارم و از داشتن چنین دادر افتخار می‌کنم. بمیرم در همه حرف و صدایت، بگردم خاک مادر پیش پایت. نمی‌یابم سخن ای مادری جان، که آن ارزد به قدری بی‌بهایت. رحمت خدا خدا مرحبا. السلام علیکم دوستان مهربان. داشتک جان چقدر شما هم دوستان اینجا در حرمت ماه رمضان با خدا الهی سال 20 کا الهی موسیقی همون دردن هر سال میشه جوابه جان این روز سلام anne توی جوابه جان الهی ساعت رو سال 20 برای 5 بچه غالب شدنی کاتولیک و اما در بدن سیاست پری پایینش ایمانات کدام خوب کاتولیک دختر کدام مکتبی کلام بخون آپریس دختر خود نمی‌رای و چقدر جواب جان آتاب جان تابی کدوم رحمت سلامت باشن.
تصمیم گیری دوام کنیم و در رقص و بازی بیرون داریم. قریب بهار است، باد هوای بهارانه. همینجا یک تصمیم گیری کنیم و رقص و بازی دوام میکنیم. مرحبا. در عالم جان روی روانی چه خوش شرخ بزن رقص کن ای نازک ناز کن ای ناز کن ای نازک گل ناز کن ناز کن ای ناز کن ای نازک گل ناز کن خوشمد و ابرو کمان ای بود باریک میان یار طرف شان لال و لبانک شکر یارد دلجوی من دختر بیزاری دلبر شیرین من بیا بابا روی من بیا بشین در رفت بزن Check
عزیزان، در خاندان زیبای ناصری جان بابا مهمان شده مادر عزیز گلندام خاله را و ابراهیم جان را در روز خرسندیشان تبریک کرده. این لحظه ها را همراه شمایان به هم دیدیم. با ما باشید. با شبکه شهنا سلامت.